توی یه جایی از زندگی همه ما احساس کردیم که بی‌انگیزه ایم. شاید همین الان هم اینطوری باشی یا شاید هر روز داری این حس رو تجربه میکنی. مشکل اینجاست که بدون انگیزه شروع کردن هر کاری سخت میشه. تقریبا هر کاری. جالبه بدونی کلمه انگیزه از یک واژه لاتین به معنای حرکت گرفته شده. پس انگیزه یعنی حرکت کردن به سمت چیزی و اون چیز معمولا نسخه بهتر از زندگی فعلی ماست. اما سوال اینجاست وقتی میدونیم مقصد ارزشش رو داره پس چرا هنوز بی انگیزه ایم؟ چرا شروع نمی کنیم و چرا رو کارامون مداومت نداریم؟ برای فهمیدن جوابش باید 4 نوع انگیزه رو بشناسیم. نوع اول انگیزه درونی و بیرونی. انگیزه درونی یعنی کاری رو انجام بدی چون فقط برات لذت بخشه، جالبه یا حس خوبی میده. مثلا اگه عاشق بسکتبالی لازم نیست کسی مجبورت کنه. یه پیام از رفیقت بیاد همون کافیه که با انرژی از جات بپری آماده بازی شی. در مقابل انگیزه بیرونی قرار داره، یعنی انجام کاری فقط به خاطر پاداشهای بیرونیش، مثل پول، شهرت، نمره، ارتقا، یا مثل کاری که شاید دوستش نداری ولی به خاطر حقوق مجبوری هر روز انجامش بدی. همون چیزی که باعث میشه هر روز صبح از خونه بزنی بیرون، پشت ترافیک و کلی چراغ قرمز باسی، 8 ساعت پشت یه صفحه بشینی چون باید قبضا پرداخت بشن و همین کافیه که ادامه بدی. اما نوع سوم و چهارم انگیزه رابطه خیلی نزدیکی با انگیزه درونی و بیرونی داره. درد و لذت. ترس از درد مثل اخراج شدن همون چیزی که باعث میشه اینقدر راحت دکمه اسنوز گوشی رو نزنی و بیدار شی. در طرف مقابل لذت باعث میشه که یک فصل کامل از اسکوید گیم رو تا صبح بشینی ببینی، حتی وقتی میدونی فردا صبح باید زود بیدار شی بری سر کار. نکته اینجاست که درد معمولاً از لذت قوی تره. به همین خاطره که ترک کردن عادتهای بد وقتی سخته که تنها انگیزمون لذت بهتر شدن باشه. ولی وقتی یک تهدید جدی یا یک ترس واقعی ایجاد میشه، مثل یه خطر سلامتی یا مریض شدن، همه چی یه شبه عوض میشه. در این حال انگیزه درونی از انگیزه بیرونی پایدارتره، اما اوج قدرت انگیزه زمانی آزاد میشه که هر 4 نوعشون با هم دیگه ترکیب بشن. فرض کن عاشق پیانو هستی، این میشه انگیزه درونی. بعد شاگردم پیدا میکنی، درآمدم داری، که این میشه انگیزه بیرونی. لذت نواختن و لذت آموزش دادن انگیزه لذته و درد گیر کردن در یک شغل بیرو انگیزه درد. وقتی این 4 عامل کنار هم قرار میگیرن، حتی اگه فقط یک شاگرد داشته باشی و پولت هم کم باشه بازم ادامه میدی، چون انگیزه واقعی از درونت میاد. در نهایت اگه واقعا چیزی رو بخوای، درد شروع نکردن از لذت حفظ کردن وضعیت فعلی بیشتر میشه. پس برای شروع یک کار جدید باید درد شروع نکردن رو برای خودت بزرگ کنی. هدفتو بذار روی لذت انجام دادن خود فعالیت، نه نتیجه. وقتی درونی دوستش داشته باشی، نتایج بیرونی مثل لاغر شدن، قوی شدن یا درآمد گرفتن خود به خود میرسن و این نتیجه ها دوباره انگیزت رو بیشتر میکنن و یه چرخه قوی میسازن. همونطور که جیم رایان یکی از قهرمانای المپیک گفته، انگیزه است که باعث میشه تو یه کاری رو شروع کنی، ولی این عادته که باعث میشه ادامه بدی. و خب این اولین ویدیوی من بود. امیدوارم حالتون رو بهتر کرده باشه و بتونم از این مدل محتوای پزشکی و انگیزشی بیشتر براتون بسازم. اگه همراه من بمونین راه خیلی جذابتری در پیش داریم. پس تا ویدیوی بعدی، بای بای.